خدمات دیلی موبیل سبب صدمه مرگاور صبح 18 سپتامبر یک ماشین این شرکت تمغه فولکسواگن پولو را اعلام کرد. ماشینی که در داخلش سه شهروند جوان تاجیکستان زنده به زنده سوختند به شرکت کارشیرینگ روسیه تعلق داشته است. نمایندگان شرکت میگویند ماشین آنها یگان علت فنی نداشت. پیر دیرکتور دیلی موبیل در این رابطه به نشریه محلی گفت ماشین ماست. یک ماه پیش از صدمه این ماشین از معاینه فنی کامل گذشته بود و یگان علت نداشت. سبب صدمه ویران کردن سرعت حرکت قریب 100 کیلومتر ساعت شده است و به بردور برخوردن ماشین در آن لحظه چند کس در ماشین بودنش را ما نمیدانیم، چون که ما تنها آلت واسطه نقلیات را نظارت میکنیم. سبب صدمه نه ماشین بلکه بلند بودن سرعت بود. یادآور میشویم ساعت 6 صبح 18 سپتامبر سه شهروند تاجیکستان در مرکز شهر نووسیبیرسک روسیه در درون ماشین زنده به زنده سوختند. بنا به اطلاع رسمی تخمینا ساعت 6 صبح ماشین تمغه فولکسواگن پولو هنگام حرکت از طرف پول دیمیتروف به سمت شورای وокزال نیا در نزد بنای رقم 2 در کوچه دپوتاتسکایا به ستون چراغ برخورده است. در نتیجه ماشین آتش گرفته است و هر سه نفری که در داخل ماشین بودند راننده و دو مسافرش زنده به زنده سوختند. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین روزگار اویلای خود به روسیه به مرد کاری می روند و هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علتهای گوناگون به زندگی پدرود می گویند. صدمه های نقلیاتی در برابر فلاکت ها در جای کار یک علت اساسی مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می شود.